ایشون با اراده ترین زن خلبان دنیاست. خانم جسیکا کاکس که مادرزادی بدون درس متولد شده. اون که الان 40 سالشه. پس از 3 سال آموزش سخت بالاخره موفق شد گواهینامه خلبانیشو دریافت کنه و نامش رو در کتاب‌های رکورد گینس به ثبت برسونه. جسیکا ازدواج کرده و حتی در روز عروسیش با پاهاش تونسته قطعه کیک در دهان همسرش بذاره. اون عاشق ورزشه و کمربند مشکی انجمن تکواندو آمریکا رو هم دریافت کرده. جسیکا میگه با توانایی که دارم نیازی به دسته مصنوعی ندارم. به جای اون از پاهام برای انجام کارهام کمک میگیرم. نتیجه این اراده بی‌نظیر اینه که حالا رانندگی میکنه، غواصی میکنه، با کامپیوتر تایپ میکنه، پیانو میزنه و حتی لنزای چشماش رو با پاهاش میذاره. یه جمله معروف هم داره که میگه میتوانستم به خاطر شرایطم خشمگین باشم که در بچگی هم همینطور بود، اما آموختم که میتوانم قدردان باشم. آموختم که سپاسگزار بودن احساس بهتری دارد. شما به ارادهش چه نمره‌ای میدین؟ برای دیدن مطالب بیشتر همین الان فالو کن.